هنرمند ربطی به دولت ها، ربطی به حکومت ها نداره. فکر میکنم هنرمند کسیه که باید کارش انجام بده و علاقمند به این کاره. من خودم از ارادتمندان ابی هستم، یعنی صدای ابی برای من صدای سالها خاطره است. تمام ترانه‌هاش رو که حالا قبل از انقلابیشون میخوند، بیشتر اونا رو من دوست دارم که برای من واقعا هنوز هم بعد از 50 سال گوش میدم، واقعا لذت میبرم. دلم گرفت به خاطر اینکه خب هنرمندانی شبیه همین نقشی که آقای پرویز پرستویی بازی میکردن سال نزدیک 40 سال از کشورشون دور هستن و معلوم نیست به چه جرمی نمیتونن بیان تو کشورشون و بخونن برای مردم. مصاحبه‌ای از بنده منتشر شده بود در فضای مجازی و در اون در قسمتی سوال کرده بودند از جدال لفظی بین آقای محسن چاوشی خواننده خوب کشورمون و یکی از خوانندگان ایرانی خارج از کشور و بنده هیچ اطلاعی از دلیل و محتوا و اصل و ریشه این جدال لفظی این دو خواننده خوب کشورمون نداشتم و اظهار داشته بودم که از اون خواننده بنده خاطره دارم به هر حال و هم علاقه دارم به ترانه ها و صدای آقای محسن چاوشی و صرفاً به ذکر خاطرات اون خواننده بود و اصل و ریشه ماجرا رو من نمیدونستم.